جوانی نزد رسول خدا آمد. فکر کند که چه خوب است برای کسی میسر شود که با رسول خدا از نزدیک صحبت کند، اما ما دعا میکنیم که ما همیشه با او باشیم. با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم واخورد و میخواست چیزی رو بپرسد. فکر کنید که شما با پیامبر خدا رو بر رو هستید و میخواهید چیزی رو بپرسید. او میگوید یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من توصیه بده. سبحان الله. بگذار خداوند مهربان ما و شما را هدایت کند و به ما برکت دهد. بعضا وقت ما برای سوالهایمان یک جوابی خیلی مرکب میخواهیم. برای خدا مصلحت پرسیدم و ما نمیدونستیم که او چی را انتظار است، ولی مصلحت دادن برای ما یک موضوع خیلی کلان بود. من برای خدا با او گفت نشین من به تو مصلحت میدیم. خدا با او نگاه کرد. نمیدارم او چه خیلی شکل داشت، چون که درباره او چیزی گفته نشده بود. لا تغضب، غضبگین مشو. غضبگین نشو، تمام. یا اینکه زبونت را نگاه دار. فکر میکنم بود سببی که پیامبر این را گفت. بعضی وقت جوان دختران یا جوان پسران و یا بعضی کلانسان را میبینیم با چهره‌های جین شده، یا که من به شما این خیلی نظر کنم. دیگر نمیگن با من مصلحت ده. آرام باش، آرام باش، خود را اداره کن. چون غضبناک بودن انسان را زود پیر میکند.